خب امروز با عرض سلام و خسته نباشید. امروز یه ویدیویی که میخواستم باهاتون بهش بگذارم، هدفم این بود که نحوه کار پیدا کردن توی آلمان رو اه، بهتون نشون بدم. کار پیدا کردن توی آلمان یه مقدار میتونه چالشی باشه، یه مقدار صبر میطلبه و یه حداقل زبانی هم میخواد. اه، کار جنرال اینطوری برای شروع. شما سایت ایندید رو که از در واقع دامنه آلمانش هست باز میکنید، یک پروفایل میسازید، شهرتون رو، ایالتتون رو، آدرس پستیتون رو وارد میکنید و عنوانی که مد نظرتون هست. معمولا کارهای پاره وقت زیاد پیدا میشه و میتونید که اه، دونه بدونه اونا رو بررسی کنید. وارد یکیشو به عنوان مثال وقتی انتخاب میکنید، لوکیشن رو گفته، جا رو گفته و خب شما این بهش این دیسکریپشن اون شغل رو مطالعه میکنید، ببینید آیا به شخصیت شما میخوره. معمولا چیز خاصی از دانشجو نمیخوان، یه اجازه کاری داشته باشه، یه بیمه ای داشته باشه، معمولا کفاف میکنه و بعدم اه، ببربونگ یا در واقع اپلیکیشن رو میزنید و اه، وارد پروسه بعدی میشید. رزومه، استیتمنت آف پرپس، بهتر اینا آلمانی باشه. معمولا یه به یکی انتظار دارن که شما بتونید مکالمه رو نگه دارید تو مصاحبه ها.